آیا خدا نماز قضا را میبخشد اگر پشیمان باشی از نخواندن نماز قضا؟ هیچگاه بخشیده نمیشود. برادر عزیز، شما وقتی که نمازهاتون قضا میشود حتما کفارتش ادا کردن شد. بعضی ها شاید برای شما حجت و دلیل ها یا که برای شما فتوا تیان که نماز قضا وقتی که تو نخواندی مقصد توبه که خدا میبخشش. نه، هیچ وقت نماز قضا از گردن تا ساقط. اینجا حدیث است برادر عزیز و گرامی از پیغمبر نازنینمان، جناب امام مسلم هم آورده است که رسول اکرم گفت من نسی صلاتا او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. پیغمبر گرامی گفتن هرگاهی که شما فراموش کردین نماز نخواندین، بین او نام یا خواب دزدین و نماز ای شما قضا شید، میگه همین حالت چیکار که فکفارتها، کفارتش چیه؟ جبران همون چیه؟ ان یصلیها اذا ذکرها. هرگاه بیادت آمد برادری عزیز در حال میگه کفارت شمیه که تو نماز ادا کن. نمیگه که مقصد بخشیده میشود توبه کن. اینجا در حضرت حدیثی که امام ترمذی میارد، امام نسائی میارد از ابی عبیده ابن عبدالله ابن مسعود که میگه انا شغل رسول الله صلی الله علیه و 4 صلوات یوم الخندق. در غزوه خندق پیامبر برادر عزیز ببینید که میگه چی مشغولش کردن مشرکا، یعنی در همون غزا که اشتراک کرد 4 نماز میگه ای حضرت ترک شید. حتی ذهب من اللیل ما شاء الله، یک قسمت شب میگه گذشت. فامر بلالا، حضرت بلال را چی گفت؟ فاذن ثم اقام، بگو اذان بگو اكو نمازای را که ترک کردی مقصد ای نماز پیشین ای طرف خواندن بگیریم. فصل الظهر، اذان گفت، قامت گفت، پیشین خواندن. ثم اقام فصل العصر، بگو قامت بگو، با قامت بگو، عصر خواندن. فصل المغرب ثم اقام، بگو قامت بگو، با قامت با شام خواندن. فصل العشاء، بگو قامت بگو، با قامت هم با خفتن شما خواندن. یعنی برادرای عزیز نمازهایی که قضا می شود کفارتشون ادا کردن است. از گردن شما این نمازها هیچگاه ساقط نمی شود.